بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران. امیدوارم هر کجا که هستید در سایه الطاف الله متعال موفق و پیروز و سربلند باشید. الله رو بی‌نهایت سپاس از اینکه بار دیگر این توفیق نصیب راه ما و شما عزیزان و بینندگان شد تا در درسی دیگر از شرح معانی آیات سوره مبارکه بقره همراه بشیم با شما گرامیان و سروران. و مطمئنم که در آغاز مصاحف و کتاب‌های قرآنتان در اختیار شماست و ما رو در این آیات خط به خط همراهی می‌کنید. اگر تا به حال مصحفتون رو آماده نکردید حتما این کار رو انجام بدید در خلال برنامه و برنامه‌های دیگری که داریم. اگر مصحفی در اختیارتان باشد حتما بهتر خواهد بود تا آیات رو هم از نزدیک با چشمان نازنینتان نظاره‌گر باشید که برای تأمل بیشتر و تفکر بهتر به من و شما کمک خواهد کرد. در این برنامه در امتداد آیات سوره مبارکه بقره در درس‌های گذشته با شما سروران آیات 40 به بعد از این سوره را به تلاوت خواهیم گرفت. بعد از اینکه در آیات گذشته از آیه 30 به بعد خصوصا دیدیم که چگونه الله متعال خلاصه ای از داستان آغاز آفرینش انسان رو و حکمت آفرینش او رو و هدف آفرینش آدم پدر انسان ها علیه السلام رو برای ما ذکر فرمود و اینکه چگونه این انسان و این موجود جدید که خلیفه روی زمین قرار گرفت با علمی که الله متعال به او داده بود مورد اکرام و احترام ملائکه قرار گرفت و او را سجده کردند به دستور الله متعال. و در این میان فردی به نام ابلیس دشمنی با او آغاز کرد، تکبر کرد و حاضر نشد بر او سجده کند و اعلان جنگ کرد با آدم علیه السلام. و پس از آن که الله متعال آدم و همسرش بانو حوا را به جنت خود داخل نمود، آن بهشتی که به متقیان وعده داده است در آخر الزمان، در ابتدای زمان پدر آنها را وارد این جنت کرد و مادرشان را تا از همان آغاز آن سرزمین و ملک را به نام فرزندان آنها و به نام خود آنها سند زند، فرزندان صالحی که راه آنها را پیش میبرند. مدتی پدر و مادرمان در آن جنت ماندند، اما شیطان و وسوسه های او سبب شد تا آنها از آنجا خارج شوند. آزمایش و ابتلا از سوی الله متعال یکی از حکمت هایی بود که در اون مدت زمانی که پدر و مادرمان در جنت بودند مد نظر بود. الله متعال اراده او بر این بود تا آدم روی زمین بیاید. از همان ابتدا خلیفه او در روی زمین بود. قرار بود که خلیفه در روی زمین باشد، اما قبل از آمدن روی زمین در جنتی که در انتها محل استقرار او و فرزندان صالح او بودند در آنجا داخل شد تا مورد یک آزمایش و ابتلای قرار بگیرد و بزرگترین دشمن خود و خاندان خود را بشناسد و بر راه و اسلوب مبارزه این دشمن آشنا شود و ببیند که چگونه او خود را در لباس یک دوست معرفی می کند و او را فریب می دهد و فرزندان او را نیز چنین فریب خواهد داد. و این یک موضوع بسیار مهمی بود که برای خلافت انسان روی زمین و دشمنی دشمنانی که در مسیر راه او قرار می گرفتند فهم آن بسیار مهم بود. بعد از اینکه آدم علیه السلام آخرین نگاه خود را به جنت انداخت و از آنجا خارج شد، الله متعال بهتر می داند که پدر و مادرمان آدم و حوا با چه حال و هوایی و احساسی و چه اشکهایی از جنت خارج شدند و به زمین آمدند، در زمینی که خودشان هستند و خودشان فقط دو انسان روی زمین زندگی می کند، آدم است و حوا. تا همینجا الله متعال برای ما داستان رو نگه داشت و بعد از آن در ادامه آیات در آیه 40 الله متعال می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و اوفوا بعهدی اوف بعهدکم و ایای فارهبون. داستان بنی اسرائیل رو الله متعال برای ما ذکر می‌فرماید. بنی اسرائیل بعد از
ذکر داستان خلافت آدم علیه السلام و آغاز نبرد بین ابلیس و آدم و امتداد آن در روی زمین. فرمود بعضکم لبعض عدو، در زمین این دشمنی امتداد خواهد یافت و تاریخ بشر گواه بر این است که این دشمنی ادامه داشت، ادامه یافت، ادامه خواهد داشت تا روز قیامت. ادای مثال برای ما از یک گروهی، یک قومی یاد می کند از فرزندان آدم که در مسیر خلافت روی زمین بعد از پدرشان آدم، اینها الله متعال لطف بسیاری به اینها کرده است و نعمتهای فراوانی به آنها داده است و اما در مقابل به جای آن که این لطف و احسان و نعمتها را با شکر، فرمان برداری و اطاعت از الله متعال جبران کنند و پاسخ دهند، به کفر، شرک و انحراف رفتند، بلکه به فساد و قتل و تجاوز روی زمین روی آوردند. الله متعال یک نمونه از خلافت نادرست و بد از فرزندان آدم در روی زمین رو برای ما ذکر می‌فرماید. بزرگترین داستان قرآن کریم در حجم آیات که در سوره های مختلف به شکل‌های مختلف ذکر شده است، داستان بنی اسرائیل است. بعد از اینکه داستان آدم علیه السلام را الله متعال ذکر فرمود و داستان خلافت او روی زمین رو، الان برای ما یک نمونه بد از این خلیفه های روی زمین رو ذکر می فرماید. کسانی که می توانستند بهترین باشند اما نخواستند، کسانی که در مبارزه با شیطان شکست خوردند، کسانی که شیطان آنها را بد فریب داد و اینها شکست خوردند و اینها آنگونه‌ای که باید و شاید شایستگی خلافت رو رعایت نکردند و این سبب شد تا الله متعال این خلافت رو از آنها بگیرد. خلافت دینی، زعامت دینی، ریاست دینی بر روی زمین رو اینها داشتند، اما در این خلافت خود آنگونه‌ای که شایسته است رفتار نکردند، به انحراف رفتند و ابلیس اینها رو از راه به در کرد و بعد از اون الله متعال نمونه بهتری از آنها رو آورد و خلافت و زعامت دینی را با آنها سپرد. و به تفصیل در این باب در سوره بقره صحبت میشه. صحبت از بنی اسرائیل است. یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل. یا در لغت عرب برای ندا است، برای مخاطب قرار دادن. وقتی شما میخواهید کسی رو صدا بکنید و او رو متوجه خود بسازید، میگویید، ما در فارسی میگوییم ای فلان، مثلا ای آقا. در عربی میگن یا یعنی نگاه کن، توجه کن، دقت کن. یا بنی اسرائیل، بنی جمع ابن است، فرزندان. اسرائیل، کلمه اسرائیل کلمه آشنایی است و خصوصا برای ما شما در این عصر و زمانه این اسم یادآور خاطرات تلخی است. اسرائیل، خود این نام برای ما شما در ظاهر خاطرات بد و تلخی رو تداعی میکنه که بی ارتباط با این داستان ها نیست. و این که الله متعال بعد از داستان آدم علیه السلام مستقیم بنی اسرائیل رو برای ما ذکر میکنه، ما در این عصر و زمانه بهتر از هر کس دیگری قبل از ما شاید این موضوع رو درک میکنه و میفهمه که چرا بعد از اون ذکر خلافت آدم علیه السلام این نمونه برای ما ذکر میشود و اینها ذکر میشوند. حالا به تفاصیل مفصل در این موضوع صحبت میکنن الله متعال. اسرائیل در اصل یک اسم عبری است، زبان عبری با عین. زبان عبری زبان تورات و انجیل است. تورات و انجیل با این زبان در اصل نازل شدند و موسی علیه السلام و عیسی علیه السلام به این زبان سخن میگفتند. کلمه اسرائیل از دو بخش اسرا و ایل تشکیل شده است در زبان عبری و اسرا به معنای عبد و بنده است و ایل به معنای خدا، بنده الله، عبدالله. اسرائیل در زبان عربی ترجمهش میشه عبدالله و کلماتی مثل میکائیل، جبرائیل، اسرافیل، اینا همه کلمات عبری هستند که همه این ایل اونها خدا یا الله معنی پروردگار و خدا میدهد
و اسرائیل در خود کلمه لغت در زبان عبری به معنای بنده الله است. اما در قرآن کریم این کلمه اسرائیل، بنی اسرائیل یعنی فرزندان اسرائیل. اسرائیل یک اسم است، برای یک فرد اطلاق شده در قرآن کریم و اسمی است که در سوره مبارکه آل عمران الله متعال در آیه 93 از سوره مبارکه آل عمران در آغاز جزء 4 الله متعال می‌فرماید که کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه. تمام غذاها برای بنی اسرائیل خوردنش جایز بود مگر آنچه که خود اسرائیل برای خود حرام کرده بود. آنجا همه مفسرین اتفاق نظر دارند که کلمه اسرائیل مراد یعقوب علیه السلام است، آن پیامبر بزرگوار الهی. یعقوب نام آشنایی که همه شما عزیزان او را میشناسید، پدر یوسف نازنین، آن زیباروی کنعان و فلسطین و سپس مصر. یوسف علیه السلام فرزند یعقوب است، آن نازنینی که در فراق فرزند نازنینش چنان گریه کرد که نابینا شد و چشمان مبارکش را از دست داد و داستان احساسی آنها در سوره مبارکه یوسف به تفسیر ذکر شده است که انشاءالله در آینده هر وقت به سوره یوسف رسیدیم با تفسیر درباره آن داستان عظیم و زیبا صحبت خواهیم کرد. یعقوب علیه السلام علاوه بر اینکه پدر پیامبری است، خودش نیز پیامبر است و فرزند پیامبری است به نام اسحاق علیه السلام و نوه پیامبر بزرگوار و عظیمی به مانند ابراهیم علیه السلام است. در طول تاریخ بشر شما هیچ وقت چنین نسل مبارکی را نمی‌یابید که 4 نسل پشت سر هم پیامبر باشند. یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم، کریم ابن الکریم 4 نسل پشت سر هم، 4 نسل مبارک که در رأس آنها ابراهیم خلیل الله است و سپس اسحاق علیه السلام می آید و بعد یعقوب علیه السلام و سپس یوسف علیه السلام. یعقوب علیه السلام لقبش اسرائیل است. اسرائیل یعقوب علیه السلام است. بنی اسرائیل یعنی فرزندان یعقوب. بنی اسرائیل قومی هستند، طایفه بسیار بزرگی هستند. خود یعقوب علیه السلام 12 تا فرزند داشته است. می‌دانید که یوسف و 11 برادرش میشوند 12 برادر که از اونها با نام اسباط معروف هستند، نوادگان یعقوب علیه السلام که نسل بنی اسرائیل از آنهاست. فرزندان یعقوب هستند، در اصل همه نوادگان یعقوب علیه السلام هستند و در بیان آنها پیامبران بزرگواری هم وجود دارد. از میان این پیامبران بزرگوار بنی اسرائیل موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، همچنین ما وقتی میگویم عیسی یعنی بانو مریم رو هم، گرچه پیامبر نیست ولی خب شخصیت بالایی است، بانو مریم از این طایفه است، بنی اسرائیل است. سلیمان و داوود علیهم السلام از بنی اسرائیل هستند و زکریا و یحیی از بنی اسرائیل هستند و اینها پیامبران بزرگواری هستند، از جمله پیامبرانی که نام آنها در قرآن ذکر شده و جزء پیامبران بنی اسرائیل هستند و در رأس همه آنها موسی علیه السلام و عیسی علیه السلام پیامبران بنی اسرائیل هستند. نسل یعقوب علیه السلام نسلی بوده است که در میان آنها پیامبران بزرگواری آمده است. علاوه بر اینکه پیامبران بزرگواری آمده است، ملوک پادشاهان بزرگواری هم بودند و مانند سلیمان و داوود علیهم السلام که هم پیامبر بودند و هم آنها علاوه بر اینکه پیامبر بودند پادشاه هم بودند. و الله متعال باز در سوره مبارکه مائده به نقل از موسی علیه السلام خطاب بنی اسرائیل می‌فرماید اذکروا، یاد کنید نعمت‌هایی رو که الله متعال به شما داده است، اذ جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکا و آتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین. از بین شما پیامبرانی آورده، از بین شما پادشاهانی آورده و نعمت‌هایی به شما داده است ای بنی اسرائیل که به کمتر کسی قبل از شما داده است. قبل از اینکه به ادامه صحبت بپردازیم، اشاره‌ای به نام اسرائیل امروزی هم که زیاد در رسانه‌ها پخش میشه و میشنویم دولت غاصب صهیونیستی که به دروغ آمده است و با ظلم و کشتار و تجاوز بیش از 70 سال است که در سرزمین مبارک و مقدس فلسطین آمده است و دولتی به نام اسرائیل رو میخواهد اونجا تشکیل بدهد. این ادعا میکنند، خود را منتسب میدانند به موسی علیه السلام و سپس در نسل بالاترش به یعقوب علیه السلام و خود را
مدعیان اینها خود را پیروان یعقوب علیه السلام، پیروان اسرائیل میدانند، به همین علت ادعا میکنند که ما میخواهیم دولتی که یعقوب وعده داده بود اصل را در این سرزمین اجرا بکنیم و میبینیم که چه جنایت ها میکنند و چه کشتارها میکنند و چه کودکان نازنینی و چه فرزندان گرانمایه‌ای و چه خواهران و برادرانی از ما و شما که در زیر بمب‌ها و موشک‌ها و جنایت‌های این گروه فاسق فاجر لعنت شده در کتاب‌های آسمانی از بین نرفتند. بخاطر همین گفتم ما این موضوع رو الان من و شما بهتر درک می‌کنیم که چرا الله متعال برای ما از بنی اسرائیل ذکر می‌کند. چرا بعد از آدم علیه السلام مستقیم صحبت از بنی اسرائیل می‌آید و اینها را الله متعال برای ما ذکر می‌کنه. یا بنی اسرائیل، ای فرزندان یعقوب. اینجا خطاب بنی اسرائیل به خاطر این هست که اینها بیشتر دقت بکنن، دست بردارن، اینها اون اصل خود را بشناسند، حقیقت خود را درک بکنند. فقط تنها ادعا کافی نیست که شما ادعا بکنیم ما فرزندان یعقوبیم، ما فرزندان پیامبران هستیم، ما نسل مبارکی داشتیم، ما پیامبران الهی داشتیم، ما کتاب تورات داریم و ما انجیل داریم. باید عمل بکنید، باید در چارچوب توحید قدم برداری، شرک رو کنار بگذاری و مباحث مفصلی کرده متعال اینها رو به تفصیل برای ما اینجا ذکر می‌فرماید. یا بنی اسرائیل. خب من این رو به خاطر همین در تفسیر بنی اسرائیل تفسیر کردم مقداری در توضیح این، چون این کلمه زیاد تکرار میشه. این کلمه در این سوره چندین بار تکرار می شود و برای موارد بعدی دیگر از این شرح صرف نظر میکنه. ای بنی اسرائیل، الان مسیحیان و یهودیان به صورت عموم وقتی در قرآن کریم از بنی اسرائیل ذکر می شود، هم مسیحیان هم یهودیان، نصارا و یهود هر دو خود را از بنی اسرائیل می دانند و هر دو مخاطب هستند، خصوصا یهودیان، چون باز حکایت موسی علیه السلام ذکر میشه. وقتی در قرآن کریم بنی اسرائیل ذکر می شود، در مرحله اول مراد پیروان موسی علیه السلام، کسانی که ادعای پیروی موسی علیه السلام رو دارن، یهود و مسیحیان. و یهود بیشتر مد نظر قرار می گیرد. اهل کتاب هم به صورت عموم تعبیر دیگری ما در قرآن کریم داریم. اهل کتاب یعنی اهل کتاب تورات، خود را منتسب به تورات میدانند، منتسب به انجیل میدانند و اونها هم بنی اسرائیل میشن. وقتی میگم یا بنی اسرائیل، هم یهودیان هم مسیحیان رو در بر میگیره. و این که بعد از داستان ما آدم علیه السلام ذکر بنی اسرائیل میاد در سوره مبارکه بقره که موارد همین است، چون مسیحیان و یهودیان خود را هر کدوم از اونها جانشینان بر حق خلافت آدم علیه السلام روی زمین میدانند و جانشینان پیامبران الهی موسی و عیسی علیهم السلام. و قرآن کریم وقتی که نازل شده است آمده است و اونها رو مطرح میکنه. قرآن کریم نیامده که اونها رو انکار میکنه، حقیقت رسالت انبیای الهی رو ذکر میکنه، حقیقت کتاب آسمانی تورات و انجیل رو ذکر میکنه، حقیقت دعوت رسالت انبیای الهی رو ذکر میکنه. هر کسی که بر این راه هست، امتداد این راه قرآن و محمد صلی الله علیه و سلم است. و هر کسی که میخواد باید در این مسیر قرار گیرد. این همون تکمیل است. در این آیات به تفصیل در این باره صحبت میشه. یا بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم. یاد کنین نعمت هایی رو که من ورزیدم. نعمت اینجا مفرد به کار رفته، اما دلالت بر اینجا اسم جنس است، یعنی که تمام نعمت هایی را که من الله با عظمت انعمت علیکم بر شما انعام کردم، بخشیدم. نعمت هایی رو که من الله با عظمت به شما دادم ای بنی اسرائیل یاد کنین. نعمت های فراوانی را الله متعال ها داده که در آیات بعدی الله متعال یکی یکی نعمت های دانه درشت ها رو، درشتترین این نعمت ها رو، بزرگترین آنها رو لیست میکنه در صفحه بعد برای ما در خطاب بعدی یا بنی اسرائیل اینها ذکر می شود. نعمت هایی رو که من الله با عظمت به شما دادم بیاد کنید و این نعمت ها سبب شود تا شما به راه راست برگردید. و اوفوا بعهدی اوف بعهدکم، با آن عهدی که با من بستید وفا کنید، تا آن عهدی رو که در مقابل به شما داشتم وفا کنم، شما رو به جنت ببرم. آن عهدی که با من بستید وفا کنید، آن عهدی که در کتاب‌های آسمانی از آنها گرفته شده بود، آن عهدی که انبیای الهی از آنها گرفته بودند، این که در مسیر توحید قرار گیرند. قل یا اهل الکتاب، در سوره مبارکه آل عمران آیه 64 الله تعالی می‌فرماید قل یا اهل الکتاب، بگو ای اهل کتاب، که اشاره کردیم اهل کتاب همون بنی اسرائیل هستند، همون یهود و نصارا هستند. تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم لا نعبد الا الله، بیایید تا سر آن کلمه مشترکی که بین من و شما بوده است، در اصل تورات، در اصل انجیل، در اصل رسالت موسی و عیسی علیهم السلام بوده است و در رسالت پیامبر ما محمد مصطفی علیه السلام و در کلام قرآن هست، اتفاق نظر داشته باشیم لا نعبد الا الله،
فقط الله متعال رو بپرستیم ولا نشرک به شیئا و هیچ کسی رو شریک کرده متعال قرار ندیم ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله غیر الله را به خدایی نگیریم نپرستیم. دست بردارید از این شرک و کفری که شما دارید. یکی از عهد و پیمان‌هایی که الله متعال با اونها گرفته بود همین است. در آیه 83 همین سوره هم الله متعال باز می‌فرماید و اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله. من از بنی اسرائیل عهد و پیمان گرفتم که غیر از الله متعال هیچ کسی را نپرستید. توحید یکی از اون عهد و پیمان‌هایی که از اونها گرفته شده بود که شما در مسیر توحید قرار بگیرید. چرا سه تا خدا درست کردید ای یهودیان؟ ای مسیحیان چرا میگویید که عیسی پسر خدا است؟ چرا روح القدس رو خدا میدانید؟ چرا سه تا خدا درست کردید؟ چرا یهودیان شما عزیر را فرزند الله میدانید؟ چرا شرک شروع کردید؟ چرا از مسیر انحراف رفتید؟ چرا به بیراهه رفتید؟ چرا راه رو گم کردید؟ چرا؟ و این چراها همه اینجا مطرح میشود. الله متعال میفرماید و اوفوا بعهدی اوفوا بعهدکم. یکی از عهدهایی که از اونها گرفته شده بود موسی علیه السلام گفت یاتی من بعد رسول اسمه احمد عیسی علیه السلام صراحتا در سوره صف الله متعال میفرماید گفت موسی علیه السلام گفته بود بعد از من پیامبری میآید حتی اوصاف صحابه رسول الله علیه السلام در تورات و انجیل ذکر شده بود. قرآن کریم در پایان سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و سلم وقتی که توصیف رسول الله علیه السلام رو میآورد محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله ورضوانه سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم فی التوراة. تا اینجا وصف یاران محمد در تورات است. بعد و مثلهم فی الانجیل و مثال آنها وصف حال آنها در انجیل اینطور است که زرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ الله فاستوى على سوقه تا آخر آیه یعجب الضراع لیغیظ بهم الکفار. این آیه صراحتا اشاره به این دارد که نه تنها وصف محمد صلی الله علیه و سلم در تورات و انجیل بوده است بلکه اوصاف صحابه ایشان هم در تورات و انجیل بوده است. النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل. الله متعال در سوره اعراف باز می‌فرماید که در تورات و انجیل اوصاف محمد صلی الله علیه و سلم وجود داشت. الله متعال می‌فرماید که شما یکی از عهدایی که شما گرفته شده بود این است که اگر پیامبری بعد از پیامبر شما بیاید به او ایمان بیاورید. و این عهد رو الله متعال از تمام انبیا گرفته است. و اذا اخذ الله میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت. الله متعال از تمام پیامبران عهد و پیمان گرفت. وقتی که به شما کتاب دادم، پیامبری دادم، ثم جاءکم ان اخذ الله میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم. پیامبری آمد تصدیق کننده آنچه که نزد شماست. لتؤمنن به، قطعا حتما و یقینا باید به او ایمان آورید. و لتنصرنه و حتما و قطعا و یقینا باید او را نصرت یاری کنید. این عهد و پیمان در الله متعال از پیامبران گرفت و پیامبران الهی از پیروان خود گرفتند. همین عهد و پیمان رو موسی علیه السلام از یهودیان گرفت. همین عهد و پیمان رو عیسی علیه السلام از مسیحیان گرفت. موسی علیه السلام برای عیسی علیه السلام و محمد مصطفی علیه السلام رسالت ایشان پیش بینی کرده بود و عیسی علیه السلام برای آمدن یأتی من بعدی رسول اسمه احمد. صراحتا الله متعال می‌فرماید که عیسی علیه السلام فرمود که بعد از من پیامبری میاد نام او احمد است، با ایمان بیاورید. و اوفوا بعهدی و اوفوا بعهدکم. محمد رو معرفی کنید. چرا معرفی نمی‌کنید؟ ای اهل کتاب، ای کسانی که خود را منتسب تورات می‌دانید، کسانی که منتسب تورات و انجیل می‌دانید، شما چرا معرفی نمی‌کنید؟ و اوفوا بعهدی اوفوا بعهدکم و ایای فارهبون. فقط از من الله با عظمت ترس داشته باشید. نترسید از این و از آن، از این که فلان پادشاه فلان حاکم شما را مورد ظلم و ستم قرار خواهد داد. حقیقت رو شما این کار بکنید. و امینو، ایمان آورید به من انزلت، با آنچه من نازل کردم، کتاب قرآن کریم، مصدقا لما معکم، تصدیق کننده آن چیزی است که نزد شماست. قرآن تصدیق کننده اصل تورات است، تصدیق کننده اصل انجیل است. قرآن تورات رو رد نمیکنه. تحریفی که در تورات انجام شده رو قبول ندارد. قرآن انجیل رو رد نمیکنه. تحریفی که در انجیل ایجاد شده رو قبول نمیکنه. مصدقا لما معکم، تصدیق آن چیزی است که نزد شماست. در این اولا که الله متعال اشاره میفرماید که آن چیزی که نزد شماست، یعنی که در کتاب‌های شما آمده است که محمد صلی الله علیه و سلم می آید، اون رو کتمان نکنید. یک اشاره لطیف دیگر همین آیه دارد که دلالت بر نبوت و صدق نبوت محمد مصطفی علیه السلام است که می‌فرماید و آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم. خب خواص اهل کتاب می‌دانستند که در تورات و انجیل
اوصاف پیامبر آخرالزمان آمده است. به همین خاطر بود اصلا یهودیان در مدینه چه کار میکردن؟ 3 طایفه بزرگ، اونها طوایف زیادی بودن، 3 طایفه، بنی قریظه، بنی نضیر، بنی قینقاع، در مدینه چه کار میکردن؟ چرا اونجا زندگی میکردن بین عرب ها؟ چرا در خیبر رفته بودن و ساکن شده بودن؟ چون میدانستن پیامبر آخرالزمان در سرزمینی ظهور میکند که آن سرزمین نخلستان هایی دارد در بین 2 وادی سنگلاخ سیاه قرار گرفتند و این وصف در جزیره العرب بود. در جزیره العرب، در کل جزیره العرب 2 منطقه این اوصاف رو داشتن، یکی خیبر و دیگری مدینه منوره که موقع یثرب نامیده میشد. مثلا یهود به خاطر همین ساکن شده بود در خیبر و در مدینه منوره، به این خاطر که پیامبر آخرالزمان به این امید که از ما بنی اسرائیل باشد، از فرزندان اسحاق باشد. اما پیامبر آخرالزمان از فرزندان اسماعیل علیه السلام و از بنی اسماعیل بود، به این خاطر قبول نکردن. الله متعال میفهمد شما کتمان میکنید. در سوره مبارکه، در همین سوره در 146 میفهمد الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. بسیاری از اهل کتاب او را میشناسند همینطور که مطمئن است فلانی پسر من است، مطمئن است که این محمد مصطفی هم پیامبر آخرالزمان است. و ان فریقا منهم لیکتمون الحق و هم یعلمون. کتمان میکنن حق را در حالی که خوب میدانستند این پیامبر آخرالزمان است. الله متعال میفهمد که در کتاب‌های شما آمده است، میدانید، خوب میدانید که پیامبر آخرالزمان کیست. وقتی شما میدانید، خب این رو به هر کسی نمیگفتن، اونها به عوام نمیگفتن که، فقط خواص میدانستن. الله متعال پیامبر آمد این کلمات رو وقتی میخوان محمد مصطفی علیه السلام، خب محمد مصطفی که خواندن و نوشتن بلد نبود، نه تورات خوانده بود، نه انجیل خوانده بود، نه با یک مسیحی نشسته بود، نه پیش یک یهودی درس خوانده بود، از کجا میدانست که در تورات و انجیلی که نزد یهودیان و مسیحیان است وصف حال او آمده است؟ از کجا میدانست؟ خود همین که آمد گفت من همان کسی هستم که در تورات و انجیل شما وصف او را دارید، خود همین یک دلیلی بر حقانیت حرف این است. قبل از اینکه آنها بگویند که در تورات و انجیل ما وصف حال تو آمده، گفت در تورات و انجیل شما وصف حال من آمده است. از کجا میدانست؟ او که درس نخوانده بود پیشش، مسیحی یا یهودی، او که از تورات و انجیل خبر نداشت، خواندن نوشتن بلد نبود اصلا. خود همین دلیل بر صدق رسالت اوست. و امنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به. ای اهل کتاب، ای بنی اسرائیل، ای مسیحیان، ای یهودیان، اولین کافران به این کتاب نباشید. این اولین کافران به این کتاب نباشید به این معنا نبود که قبل از آنها کسی کافر نشده بود. این سوره در مدینه نازل شده است بعد از هجرت رسول علیه السلام و قبل از آن در مکه کفار قریش کافر شده بودند. این لا تکونوا اول کافرین به معنای زمان نیست، یعنی اولین کسانی که در طول زمان این کتاب، نزول این کتاب کافر شدن، نه. شما اولین کسانی نباشید. در لیست کافران شما از همه بدتر قرار نگیرید دیگه. اولین کفار شما در درجه کفر شما اول نباشید، چون کسانی که نمیدانستند پیامبری می آید و به ایمان نیاوردن کفرشان سبکتر است از شمایی که میدانید این پیامبر است و به ایمان نمی آورید. شما در لیست کافران اول قرار نگیرید، چون اگر شما کافر شدید کفر شما بدتر از کفر قریش است. کفر شمایی که میدانستید پیامبری می آید، در تورات در انجیل اوصاف او را دیده بودید، کفر شما از کسی که نمیداند بدتر است. شما اگر کافر شدید در لیست کفار شما درجه 1 شمایید، اول کافر شمایید. ولا تکون اول کافرین به. یک معنی دیگه این است شما اولین کسانی نباشید که این مسیر نادرست را از قوم خود میپذیرید. شما اگر کافر شدید، کسانی که بعد از شما می آیند اونها هم کافر میشوند، گناه اونها گردن شما هم هست. این مسیر نادرست رو شما رهبری نکنید. ولا تکونوا اول کافرین به ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا. آیات من الله با عظمت رو چه در تورات، چه در انجیل، چه در قرآن مفت نفروشید، به بهای اندک نفروشید. نشود به خاطر شما در تورات آمده است وصف محمد مصطفی علیه السلام، در انجیل آمده است، چرا کتمان میکنید؟ به خاطر رضایت فلان پادشاه زمانه خود، به خاطر اینکه فلان تاجر، فلان ثروتمند، فلان بزرگ طایفه شما مسیحیان، فلان بزرگ شما یهودیان خوشش نمی آید؟ شما حقیقت الهی رو، حقیقت آیات الهی رو
به خاطر به دست آوردن مال دنیا به شما پول دادن. بسیاری از تحریف‌هایی که در تورات انجام شده است یا در انجیل انجام شده است به خاطر پولی بوده است که صاحبان قدرت به علمای آن زمان داده اند، به احبار، به اون کشیش‌ها، به اون علما و ملاها، به تعبیر امروزی ما ملاهای یهود، ملاهای مسیحی، که اینجا به نفع ما نیست، این رو عوض کنید. اینجا به نفع ما نیست، این رو عوض کنید. عوض کردن. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، به بهای اندکی نفروشید. این آیه معناش این نیست که حالا اگه بهای گزافی دادن بفروشید. نه. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا معنای ضدش، مخالفش اینجا درست در نمیاد که خب اگر بهای بیشتری دادن، قیمت زیادی دادن بفروشیم. نه. چون تمام دنیا در برابر آیات الهی ذره ارزش ندارد. و ما متاع الحیات الدنیا فی الاخره الا قلیل. الله متعال میفهمد کل دنیای شما، تمام ثروت‌های دنیا در برابر آخرت یک چیز قلیلی است، بسیار ناچیز است. کل ثروت دنیا رو هم اگر شما بگیرید باز در برابر آیات الله متعال ناچیز است. نشود به خاطر پول آیات رو بفروشید. گرچه شأن نزول این آیات و خطاب نسبت به بنی اسرائیل است، اما ما در علم تفسیر یک اصلی داریم، یک قاعده داریم که می‌فرماید که العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. عبرت گرفتن از عموم لفظ است. ما کاری نداریم که شأن نزول این آیه درباره کیست. عموم لفظ این آیه چه میگوید؟ این خطاب به همه است. و این آیات گرچه خطاب به بنی اسرائیل است، اما از اونجایی که کلام الله متعال است و دستور الهی است نسبت به کسانی که ادعای پیروی تورات و انجیل رو دارن، به طبیعت حال و به طریق اولا خطاب به مسلمین هم هست. یعنی این نیست که فقط این آیات ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا فقط برای یهودیا باشه، مسلمانی حق داشته باشه آیات قرآن رو به هر ثمنی بخواد بفروشد. نه، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا خود این آیه رو از اعجاز آیات قرآن این هست که شما یک آیه رو، یک قانونی رو وقتی که این رو در سیاق باشه، در سیاق یک معنا دارد، وقتی این رو برمی‌دارید خودش به عنوان یک اصل، یک قانون مطرح میشه. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، این یک قانون است. آیات الله متعال رو، آیات قرآن رو، کلام الهی رو به قیمت اندک نفروشید. قرآن فروشی نکنید. کلام الله متعال رو نفروشید. به خاطر رضایت فلان پادشاه، به خاطر رضایت فلان رئیس، به خاطر رضایت فلان وزیر، به خاطر رضایت فلان تاجر آیه قرآن رو، کلام الله رو کتمان نکنید. نشود که شما یک کلام الهی رو، آیه قرآنی رو نگویید از ترس اینکه اگر من بگم آخر ما حقوق من قطع میشه، منافع اقتصادی من به خطر میافته. ملای روی منبر بره بترسه از اینکه آیه قرآنی رو مطرح بکنه، آقا فلانی، فلان بزرگ، فلان قدرتمند، فلان تاجر، فلان ثروتمند روبروی من نشسته، به اون بر میخوره، آخر ما حقوق نمیده به من رو از این مسجد اخراج میکنند. اگر من فلان آیه رو گفتم فلان رئیس جمهور بهش بر میخوره، فلان قدرتمند و زورمند بهش بر میخوره، ناراحت میشه، من رو به زندان میاندازد. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، آیات الهی رو مفت نفروشید. به خاطر به دست آوردن راحتی دنیا، به خاطر به دست آوردن قدرت دنیا، ثروت دنیا، چند صباحی در دنیا شما لذت بکنید، کلام الهی رو نفروشید. آنجایی که حق باید گفته شود بگویید، ولو اینکه به خلاف شما باشد، ولو اینکه منافع اقتصادی شما رو به خطر بیاندازد، ولو اینکه بر علیه شما و خانواده شما و کل خاندان شما باشد. گفتن کلام حق ارزشش بالاتر از همه این هست. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا و ایای فاتقون. در پایان آیه قبل فرمود و ایای فرهبون، رهب از ترس میآید. در اینجا فرمود و ایای فاتقون. در آیه قبل خطاب عام بود، ترس، و در این آیه خطاب خاص است، چون در ابتدا آمد و آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر به. صحبت بیشتر خطاب به علما است. در آیه قبل خطاب به عوام بود، در این آیه خطاب بیشتر به علما است. و در آیه قبل به همین خاطر ترس آمد، در این آیه تقوا میآید. تقوا برای علما شایسته تر است، برای هم است، برای تقوا برای علما اولاتر است. و برخی از مفسرین گفتند که در آیه قبل و ایای فرهبون ترس آمد چون ترس مقدمه تقواست. ترس از الله متعال سبب می شود. ترس فقط یک احساس درونی است، بدون اینکه یک شعور است، یک احساس هست، بدون اینکه انسان رو وارد عمل بکنه. اما تقوا
مجموعه عمل است. تقوا چیست؟ هر آنچه الله متعال دستور داده انجام بدی و هر آنچه که الله متعال نهی کرده آن را انجام ندی. به تعبیر دیگر، الله متعال دوست دارد تو را در آن جایی که امر کرده ببیند و دوست ندارد تو را در آن جایی که نهی کرده ببیند. در آن جایی نباشی که الله متعال تو را نهی کرده و هر آن جایی باشی که الله متعال تو را امر کرده. میشه تقوا. دستور هر آنچه که الله متعال امر کرده، اطاعت از آن و دوری از هر آنچه که ما را منع کرده. این میشه تقوا. و ایای فتقون، تقوای منو پیشه کنید. فقط من الله با عظمت، فقط دستورات من اطاعت کنید. فقط هر جا من الله با عظمت امر کردم اطاعت کنید، هر جا من گفتم نه بگید نه. هر جا من گفتم این کارو نکنید، هر جا من گفتم این کارو بکنید. این تقوا فقط در برابر الله متعال باشد، نه در برابر پادشاهان، نه در برابر رئیس جمهور، نه در برابر قدرتمند و زورمند و تاجر و فلان و فلان. و ایای فتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل، لبس نکنید، نپوشانید. تلبسو از لبس میاد، لباس. ولا تلبسوا الحق، حق را نپوشانید با ردای باطل. حق رو با باطل نپوشانید. ولا تکتموا الحق، و حق رو کتمان هم نکنید. و انتم تعلمون، و در حالی که شما میدانید. ولا تلبسوا الحق بالباطل، لا تلبسوا نهی است، نپوشانید حق رو بالباطل. و تکتموا الحق، اینجا ولا تکتموه هست، معناش ولا تکتموه هست. لا تلبسوا الحق بالباطل، شما حق رو با باطل نپوشانید. ولا، اصلش اینطور بوده، ولا تکتموا الحق. این و تکتموا الحق، این واو عطف است به جمله قبلی و معنای لا رو در خود دارد، لای نهی رو. چرا؟ چون در آخرش لا، این در اصل کلمه بوده تکتمونه، اون نونش حذف شده، جزم گرفته در اصطلاح عربی و صرف و نحوی، و اینجا اون لا رو در خودش، معنی لا رو در خود دارد، چون نون رو حذف کرده در پایان کلمه. تکتمونه نیست، تکتمو و تکتمو الحق. اون نون که حذف شده، به معناست که این واو نهی است، واو عطف است و نهی رو در این جمله هم آورده، گویی که اینطور است. ولا تلبسوا الحق بالباطل ولا تکتموا الحق. خاطر عدم تکرار واو فقط کافی آمده، اینجور روانتر جمله گفته میشد. ولا تلبسوا الحق بالباطل و تکتموا الحق، یعنی لا تکتموا الحق، حق رو کتمان نکنید. و انتم تعلمون، در حالی که شما میدانید که این حق است. دانسته حق رو کتمان نکنید، دانسته حق رو شما نپوشانید، تلبیس نکنید حق رو با باطل. لبس حق و باطل برای کسانی است که مقداری آگاهی و علم دارند. تلبیس برای کسی صورت میگیرد. عادتاً کجا تلبیس میشه؟ ولا تلبسوا الحق بالباطل، حق رو با باطل تلبیس نکنید، لبسش نکنید، نپوشانید. این برای کیست؟ این برای علما، برای کسانی که بار علمی دارند اتفاق میافته. تلبیس برای کسی میشود که چیزی بلده، شما میایید اون رو تلبیس میکنید. نه، میگه این منظور این نیست، این هست. یک چیزی خودش بلد هست، اما شما این حق رو با یک باطلی میپوشونید که اون حق رو درک نکن. و تکتموا الحق، اما کتمان حق. و تکتموا الحق و انتم تعلمون، کتمان حق چه وقت اتفاق میفته؟ کتمان حق از کسی صورت میپذیرد که اصلا آگاهی ندارد، بیخبر است، عوام است. اینها این کار رو میکنن. شما نه لبس حق بکنید، تلبیس بکنید در حق، نه کتمان بکنید حق رو. و اینها این کار رو میکردن. و انتم تعلمون، و شما میدانید که این کار شما کار درستی نیست. و ولا تلبسوا الحق بالباطل و تکتموا الحق و انتم تعلمون، لبس حق، همونطور که بیشتر آیه رو اشاره کردم در آیه 146 همین سوره المثال، میفرماید الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم و ان فریقا منهم لیکتمون الحق و هم یعلمون. دقیقاً شبیه همین تعبیر است. یک بندی اونجا اضافه دارد. رسالت رسول الله علیه السلام رو الله متعال اشاره میفرماید که یهودیان، مسیحیان، بنی اسرائیل، علمای آنها خوب میدانند که محمد مصطفی علیه السلام آخرین پیامبری است که در تورات و در انجیل پیامبران بزرگوار الهی موسی و عیسی علیهم السلام با آن بشارت داده بودند که می آید. اما چرا این حقیقت رو نمیگویند؟ چرا به مردم نمیگویند؟ چرا علمای یهود، چرا علمای مسیحی نمیگویند که محمد مصطفی آخرین پیامبر بر حق است، قرآن کتاب آسمانی بر حق است و بر ما واجب است به او ایمان بیاوریم، مسلمان بشویم؟ چرا نمیگویند؟ چرا این کارو نمیکنید؟ از ترس قدرت؟ به خاطر افتادن منافع، به خطر افتادن منافعتان؟
میفروشید آیات قرآن رو، آیات کلام الهی رو، آیات تورات رو، آیات انجیل رو به بهای اندک. ولا تلبسوا الحق بالباطل، لبس حق نکنید و تکتموا الحق ولا تکتموا الحق، حق را نپوشانید و انتم تعلمون، در حالی که میدانید حق چیست. دانسته حق را نپوشانید، کتمان نکنید، نه با عوام نه با خواص این رفتار را نکنید. و اقیموا الصلاة، نماز رو برپا دارید. و آتوا الزکات، و زکات رو پرداخت کنید. و ارکعوا مع الراکعین، و شما به همراه کسانی که رکوع کردند، به همراه کسانی که نماز میخوانند شما نماز بخوانید. و ارکعوا مع الراکعین، به همراه کسانی که نماز میخوانند نماز بخوانید. نماز رو برپا دارید. اصول اعتقاد، اصول عبادات و اصول اخلاق در تمام رسالت انبیاء الهی از آدم علیه السلام تا محمد مصطفی علیه السلام ثابت بوده است. یعنی توحید در تمام دعوت انبیاء الهی بوده است. همه پیامبران الهی به توحید دعوت کردند. اصول اعتقادی همه انبیاء یکی بوده است. عقیده آدم علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، نوح علیه السلام، موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام و محمد مصطفی علیه السلام هیچ تفاوتی با هم نداشته است. همه یک اعتقاد داشتند. توحید، موحد بودند. در ارکان ایمان، ایمان به الله، ایمان به کتاب‌های آسمانی، ایمان به ملائکه الهی، ایمان به پیامبران الهی، ایمان به روز آخرت، ایمان به قضا و قدر الهی، همه یکی بوده است. در اصول عبادات هم نماز، روزه، زکات همه داشتن. این آیه خودش دلیل بر این است. و اقیموا الصلاة و آتوا الزکات، نماز بخوانید، زکات پرداخت کنید. و همچنین ما از زبان یحیی علیه السلام، از زبان موسی علیه السلام، از زبان بقیه انبیاء الهی در قرآن کریم داریم. و اوصانی بالصلاة و الزکات. علیه متعال میفرماید که گفتن که من رو وصیت کردن به متعال به نماز، به زکات. و همچنین در همین آیات ما داریم در آیه 83 همین سوره و اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله، این توحید است، این اعتقاد است. و بالوالدین احسانا، اخلاق است. و ذی القربى والیتامى والمساکین و قولوا للناس حسنا و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة. اینها اصول اخلاق، اصول اعتقاد، اصول عبادات در کل رسالت انبیاء الهی تا به امروز یکی بوده است. تفاوت ها فقط در فروع است، آنچه به عنوان مسائل فقهی ما امروز مطرح میکنیم. نماز رو همه میخواندن، اما خب چند رکعت میخواندن، چند بار در روز میخواندن، در قیام، رکوع، سجده چی میخواندن، اینها تفاوت داشته است. بر حسب زمانه تفاوت‌هایی در این چیزها بوده است. روزه همه داشتن، اما کدام ماه رو روزه میگرفتن، چند روز روزه میگرفتن، اینها با هم تفاوت‌هایی داشته است. از چه اموالی زکات میدادن، چقدر میدادن، در اینها تفاوت‌هایی وجود داشته است. اما در کلیات عبادات یکی بوده. در اعتقاد که کلش همون بوده و در اصولش، در فروعش. در اعتقاد، در عبادات، در فروعش تفاوت‌هایی بوده، در اصولش نه. در اخلاق هم همینطور. مسائل اخلاقی بوده است. اینجا الله متعال می‌فرماید اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة، نماز بخوانید، زکات پرداخت کنید. خطاب به همه است، همه مخاطبین قرآن، چون رسالت یکی بوده است. ان الدین عند الله الاسلام، دین همه انبیاء الهی یک چیز بوده است، با اسلام است. آنچه که امروزه متاسفانه ما از یهود و نصارا می‌بینیم انحراف در مسیر انبیاء الهی است و قرآن آمده تا این انحراف رو اصلاح بکنه، تا این تحریف رو اصلاح بکنه، تا آنچه که بنی اسرائیل تحریف کردن رو اصلاح بکنه. به همین خاطر بعد از خلافت آدم الله متعال مستقیم صحبت از بنی اسرائیل میکنه، چون تحریف کردن رسالت انبیاء الهی رو. و یک نمونه بد در خلافت آدم روی زمین از فرزندان آدم علیه السلام و خلافت انسان ها روی زمین اینها هستند. الله متعال در ادامه میفرماید ارکعوا مع الراکعین، با رکوع کنندگان رکوع کنید. یعنی اینکه با کسایی که نماز میخوانند نماز بخوانید. یعنی علما از این ها استنباط میکنن وجوب نماز جماعت رو، که نماز جماعت واجب است، چون الله متعال فرموده ورکعوا مع الراکعین. یک قاعده کلی است، نماز بخوانید، زکات کنید، ورکعوا و اقیموا الصلاة و آتوا الزکات. باز تاکید است، چون نماز در ابتدا بود، تاکید بر این نماز باز در آخر آیه میاد ورکعوا مع الراکعین، رکوع کنید به همراه رکوع کنندگان. رکوع یک جزئی از نماز است. اینجا تسمیه کل به جزء است، یعنی کل نماز رو با یک جزئی از نماز که رکوع هست نامیده است الله متعال. نماز رکوع نامیده شده و نمازگزاران رکوع کنندگان نامگذاری شده اند. به همین خاطر از این آیه استنباط میکنن ورکعوا مع الراکعین بعضی از فقها که خواندن نماز جماعت واجب است. و خب احادیث زیادی هم در این باب هست که بر این موضوع اشاره دارد و
از این آیه هم استنباط می شود در این باب. در ادامه ادم مطهر می فرماید اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. آیا شما مردم رو به نیکی امر می کنید؟ اتأمرون الناس بالبر، شما مردم رو به کارهای خیر به نیکی امر می کنید. و تنسون انفسکم، و خودتون رو فراموش می کنید. و انتم تتلون الکتاب، در حالی که شما کتاب آسمانی پیش شماست، کلام الله رو می خوانید. افلا تعقلون، آیا عقل خودتون رو به کار نمی اندازید؟ این آیه بسیار مهمی است برای دعوتکاران. اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، آیا مردم رو به کار خیر شما دلالت می کنید و خودتون رو فراموش می کنید، در حالی که شما می دانید این کارتون کار خوبی نیست؟ چرا عقلتون رو به کار نمی اندازید؟ شبیه همین تعبیر رو در سوره مبارکه صف داریم. آیه 3 ادم مطهر می فرماید یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، ای کسانی که ایمان آوردید، ای مؤمنان، چرا حرفی را میزنید که با آن عمل نمی کنید؟ کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، نزد الله متعال بسیار منفور است و ناپسند است و خشم الهی را به همراه دارد اینکه کردارتان با گفتارتان یکی نباشد. چیزی بگویید که با آن عمل نمی کنید. این که انسان حرفی را بزند و به اون عمل نکند بسیار زشت است، و خصوصا برای کسی که دعوت به امر معروف می کند و نهی از منکر می کند، دعوتگر است. مطابقت گفتار او با رفتار او بسیار مهم است. مردم بیشتر از این که به کلام من تو نگاه بکنن، به رفتار من تو نگاه میکنن. و معروف است که کسانی که در تربیت اولاد و فرزند تخصصی دارند، نقشی دارند، میگویند اگر میخواهید که فرزندان خوبی تربیت کنید، خودتان را تربیت کنید. چون فرزند به حرف شما نگاه نمیکنه، به رفتار شما نگاه میکنه. و در دعوت انبیای الهی هم ما میبینیم که روی این موضوع بسیار تاکید داشتن. و ما ارید ان اخالفکم الی ما انهاکم عنه، من نمیخواهم مخالفت کنم با آن چیزی که شما را از آن منع میکنم. اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، دیگری را به کار خیر دعوت بدی و خودت رو فراموش بکنی، این کار خوبی نیست. این سوال پیش می آید که خب حالا اگر کسی دعوتگری است، خودش کار خیری رو انجام نمیده، آیا کسی دیگری رو هم دعوت نکنه؟ آیا معناش این است؟ آیا معنای این آیه این است اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تتلون الکتاب، یعنی من چون خودم این کار رو نمی کنم کسی دیگری رو هم دعوت ندم، یا اگر من خودم یک گناهی رو مرتکب میشم کسی دیگری رو هم از این گناه من نکنم؟ سوال. از ظاهر این آیه این گونه برداشت می شود اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، یا لما تقولون ما لا تفعلون که در سوره صف خواندیم. چرا چیزی میگویید که با آن عمل نمی کنید؟ نه، معنای این دو آیه این نیست که این کار رو نکنید. چرا؟ در خود قرآن کریم ما دلایلی داریم. مثلا در سوره مبارکه مائده آیات 78 و 79 الله متعال درباره همین بنی اسرائیل باز که اینجا ذکر این آیه در سیاق بنی اسرائیل است، ذکر می‌فرماید که لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی ابن مریم، بسیاری از بنی اسرائیل بر زبان پیامبران الهی من جمله داوود و عیسی علیهم السلام لعنت شدند. ذلک بما عصوا و كانوا یعتدون، زیرا گناه می‌کردند، عصیانگری می‌کردند و حد و مرز الهی را نادیده می‌گرفتند، دستورات الهی را نادیده می‌گرفتند. کانوا، در ادامه می‌فرماید لا یتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما کانوا یفعلون، اونها همدیگر رو نهی نمی‌کردند از منکری که انجام می‌دادند. کانوا لا یتناهون، یتناهون لا یتناهون، کلمه لا یتناهون نهی نمی‌کردند یکدیگر را از فعل تناهی باب تفاعل است. تمام کلماتی که در باب تفاعل به کار می رود نشان از اشتراک دو طرف در یک فعل دارد. یکی از ویژگی های باب تفاعل در لغت عربی این است که وقتی یک کلمه در باب تفاعل استفاده می شود به معنای این است که دو طرف در یک فعلی با هم مشترکن، اشتراک دارند. لا یتناهون، نهی نمی کردن یکدیگر را، این اون رو نهی نمی کرد، اون این رو نهی نمی کرد، ان منکر فعلوه، از گناهی که دو طرف انجام میدادن. الله متعال عتاب میکنه، ملامت میکنه عده‌ای از بنی اسرائیل رو و میفهمن لعنت شدن بر زبان داوود و عیسی علیهم السلام، زیرا وقتی که گناه میکردن یکدیگر را از گناه منع نمیکردن، این هم گناه میکرد، این هم گناه میکرد. لا یتناهون،
هر دو یکدیگر را از گناهی که هر دو انجام میدادند نهی نمی‌کردند. یعنی همین گناهکار بود همین، نه این گناهکار به اون میگفت نکن، نه اون به میگفت نکن. چه کار بدی می‌کردند؟ در ادامه آیه می‌فهمد. خب اون آیه اشاره به این دارد که انسان وقتی خودش گناهی را انجام میده بازم نهی از منکر بکند. ولی این که شما کار خیری را انجام نمیدهی بازم دیگران رو تشویق بکن. و بسیاری از بزرگان گفتند که اگر قرار باشد ما دعوتگر تا وقتی خودش کار خیری را انجام نمیدهد دیگری رو دعوت نکنه و یا تا وقتی که خودش گناهی را ترک نکرده دیگران رو هم از این گناه باز ندارد، خب دعوت تعطیل میشه. کدوم انسان هست که گناه نمیکنه؟ فقط انبیا معصوم بودن، همه غیر از انبیا همه انسان ها گناهکارن. ما گناهکاریم، همه ما گناه میکنیم. رسول الله فرمود همه انسان ها گناه میکنن و بهترین گناهکارشان توبه کارشان هاست. اگر قرار باشه ما به خاطر اینکه من این گناه را انجام میدم کسی دیگه را من نکنم، خب تعطیل میشه دعوت. نه، این آیه به این معنا نیست تأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب که انسان دعوت رو تعطیل بکنه. نه، معناش این نیست. معناش این است که شایسته تو نیست تویی که دعوتگری حرفت با گفتارت یکی نباشه. ولی با وجود اینکه اگر انسان کار خیری رو خودش انجام نمیده دیگران دعوت بکنه، چه بسا که همون دعوت سبب بشه تا انسان خودش علاقمند بشه به این کار. یا اگر انسان گناهی رو انجام میده بازم دیگران رو منع بکنه از این گناه، چه بسا که خودش پیش خودش بگه خب فلانی بقیه رو که منع میکنه خودت هم منع کن، خودش شرم بهش بیاد، خجالت بکشه از این کار، دست بکشه. این بی معنا نیست که ما اگر گناهی رو انجام میدیم دیگران رو منع نکنیم از اون گناه. اگر انجام میدیم خود ما هم ولو اگر کار خیری رو خود ما هم نمی‌کنیم باز هم دیگران رو تشویق بکنیم. حداقل ثواب اونها به ما میرسد، اجر و پاداش اونها به ما میرسد. و استعینوا بالصبر و الصلاة. الله متعال در ادامه میفرماید که راه حل همه این مشکلات این هست. کسانی که درگیر هستند با این مشکلات، خصوصا در آیه گذشته اشاره شد کسی که فعلش با عملش یکی نیست، راه حل چیست؟ و استعینوا بالصبر و الصلاة. چنگ بزنید به صبر کنید، استقامت کنید، نماز بخوانید، صبر کنید در انجام عبادت ها، صبر کنید بر وسوسه های شیطان و انجام ندادن گناهان، صبر کنید بر مصیبت ها و سختی ها. انواع صبر است. و کمک بگیرید از صبر و نماز بخوانید. و این نماز خواندن لکبیراتون بسیار سخت است الا علی الخاشعین، مرگ بر کسانی که خشوع دارند، تواضع دارند، فروتنی دارند، شکست در برابر الله متعال دارند، خشوع و در برابر الله متعال خاشع هستند. و اینها لکبیراتون الا علی الخاشعین. قد افلح المؤمنون، در ابتدای سوره مبارکه مؤمنون الله متعال میفرماید قد افلح المؤمنون، مؤمنان رستگار شدند، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کسانی که در نماز خشوع دارند. والذین هم عن اللغو معرضون، همون کسانی که از کارهای بیهوده پرهیز میکنند، حرفهای بیهوده، شوخیهای بیهوده، سخنهای بیهوده، کارهای بیهوده. یکی از صفات خاشعین الله متعال در بعد میفرماید الذین یظنون، کسانی که یقین دارند. یظنون در کلمه ظن در عربی به دو معنی استفاده میشه، هم اعتقاد جازم، هم اعتقادی که در اون تردید است. بر هر دو معنی استفاده میشه. ظن به معنای اینجا به معنای یقین است. کلمه ظن در عربی برای یقین استفاده شده است و شواهد زیادی برای این وجود دارد در عربیات عرب. الذین یظنون به دو معنی استفاده میشه. الذین یظنون، کسانی که یقین دارند، انهم ملاقو ربهم، آنها پروردگارشان را ملاقات میکنن، و انهم الیه راجعون، و آنها به سوی پروردگارشان باز میگردند. کسی که الله متعال میفهمد میخوای نمازت درست بشه، میخواید خشوع داشته باشی، تواضع داشته باشی، فروتنی داشته باشی، لذت ببری از عبادتت، از نماز خودت، این رو در خودت تقویت کنی. یقین این که یک روزی من پیش الله متعال میرم، من میمیرم، معلوم نیست امروز، فردا، پس فردا، امشب، و بعد از مرگ پیش الله متعال میرم، حاضر میشم، از من میپرسه، از من طلب میکنه چه کردی تو؟ بعد از مرگ من چه باید جواب بدم در برابر الله متعال؟ به سوی او برمیگردم، حساب کتابی هست، پاسخی هست. وقتی که این رو آدم تصور میکنه، من همین الان مثلا قراره که درس تحویل بدم به معلم خودم، میدونم که فردا از من میخواد، برای استاد خودم، برای کارفرمای خودم کسی برای من کاری خواسته، فردا از من پاسخ میخواد، به همین خاطر تلاش میکنم. وقتی که این رو در ذهن خودم آمادگی میگیرم، الله متعال از من میخواد، از من میپرسه، حساب کتابی هست، و اولین چیزی که میپرسه نماز هست. به همین خاطر این احساس در من تقویت میشه، این خشوع ایجاد میشه، این کار آسان میشه. و این لکبیراتون، نماز خواندن، 5 وقت نماز خواندن با جماعت، با التزام، با حضور قلب، با این سخت است. الا علی الخاشعین. خاشعین کسانی، چه کسانی هستند؟ کسانی که خشوع دارن، تواضع دارن، فروتنی دارن، الذین یظنون، یقین دارن، انهم ملاقو ربهم،
یک روزی برای ملاقات با حضرت متعال باید برم. من بعد از مرگ باید پیش خدای خودم، الله خودم، حرفی برای گفتن داشته باشم، بهانه‌ای داشته باشم، تلاشی کرده باشم. الذین یظنون انهم ملاقو ربهم و انهم الیه راجعون. تا اینجا حضرت متعال برای ما از گرچه سیاق آیات درباره بنی اسرائیل بود، اما محتوای آیات عام بود برای همه مخاطبین قرآن و کتاب‌های آسمانی. و در ادامه باز دوباره ذکر بنی اسرائیل می آید و نعمت‌هایی که بود. حضرت متعال توصیه می‌کنه کسانی که دچار بیماری‌ها هستند با صبر و نماز خاشعانه و حضور قلب خود را اصلاح کنید. امیدوارم که حضرت متعال من شما را از جمله کسانی قرار داد که عبادت خالصانه و درستی رو در پیشگاه او انجام می‌دهند و حسن خاتمه نصیب بفرماید و در جنت فردوس با انبیاء، صدیقین، شهدا و صالحین محشور گرداند. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزارم. در دیدار بعد با شما آیات دیگری از این سوره مبارکه را به تلاوت خواهیم گرفت. تا آن زمان الله یار و نگهدارتان. عزیزانی که مایل به دریافت این برنامه جهت پخش در کانال‌های خود هستند، با راه‌های ارتباطی زیر مکاتبه نمایند.